سلام بچه ها، به 504 واژه در 10 دقیقه خوش اومدید. خوشحالم که ما رو تماشا میکنید. امیدوارم که حالتون خوب باشه. اینجا قراره با هم کلی لغت یاد بگیریم. واسه هر لغت یه مثال میزنیم، جمله ها رو میشکافیم، ایدیوم های انگلیسی یاد میگیریم و یه ذره با هم گرامر کار میکنیم. هر درس 12 تا لغت داره و ما واسه هر درس یه ویدیو کار میکنیم، یه ویدیو 10 دقیقه‌ای و واسه هر لغت هم یه مثال میزنیم. خب واسه این که توی وقتمون صرفه جویی بشه، بریم سراغ درس اول و کلمه اول abandon. مثال اول: When Roy abandoned his family, the police went looking for him. وقتی روی ترک کرد خانوادش رو، پلیس رفت که دنبالش بگرده. abandoned ایدی گرفته و گذشته شده. خب گذشته ساده هستش. went looking یه فعل ترکیبی هستش که looking متمم فعله و اومده که فعل رو توضیح بده. went هم که جز افعال بیقاعده هستش و گذشته فعل go هستش. خب بریم سراغ کلمه بعدی. keen به معنی تیز یا مشتاق. The butcher's keen knife cut through the meat. چاقوی تیز قصاب گوشت را قطع قطع کرد یا از میان برید. بچه ها نمیدونم توی فیلم ها شاید دیده باشید، وقتی یکی میاد از میون یه جمعی رد بشه میگه که coming through، یعنی میام از وسط رد بشم. اینجا هم دقیقا cut through همون معنی رو میده و از نظر زمانی هم فعل گذشته ساده هسته چون کات استفاده شده. خب بریم سراغ jealous به معنی حسود که یه صفت بیشتر دخترونه هستش. خب مثال سوم: Being jealous, Mona would not let her boyfriend dance with any of the cheerleaders. مونا که دختری حسوده اجازه نمیده که دوست پسرش با هیچ یک از دختران تشویق کننده برقصه. خب cheerleaders بچه، cheerleader به کسی میگن که داره اون وسط گرمش میکنه، اونی که معرکه گرفته به اون میگن cheerleader. خب کلمه بعدی تکت هستش به معنی تدبیر، درایت. خب مثال دوم: By the use of tact, Janet was able to calm her jealous husband. با استفاده از تدبیر جنت تونست که شوهر حسودش رو آروم کنه. بچه شاید اینجا بگی که چرا از with استفاده نکرده به جای by و خب with در واقع همیشه به عنوان ابزار یا وسیله همراه میاد. خب یا به عنوان همراه میاد، ولی در صورتی که بای همیشه اون شخص انجام دهنده هستش یا وسیله‌ایه که خودش فاعله و اون کار رو انجام میده. یه مثال بخوام بزنم که قشنگ متوجه بشین. مثلا book was written by Ali, he wrote it with a pen. که اینجا قشنگ متوجه میشین که داستان از چه قراره. خب بریم سراغ کلمه بعدی. اوف به معنی سوگند، دشنام یا قسم. مثال دوم رو براش استفاده میکنیم. In court, the witness took an oath that he would tell the whole truth. شاهد در دادگاه، شاهد قسم یاد کرد که تمام حقیقت را بگوید یا بیان کند. خب the witness شاهد میشه. took an oath یعنی took در واقع دوباره گذشته فعل take هستش که گذشته ساده هستش. باز بریم سراغ کلمه بعدی. vacant به معنی خالی، اشغال نشده. خب مثال سوم: When the landlord broke in, he found the apartment vacant. وقتی صاحب خانه در را شکست و وارد شد با آپارتمان خالی مواجه شد. خب بچه ها ببینید landlord به معنی صاحب خونه هستش. بروکین رو زمانی استفاده میکنن که یه شخصی میخواد با زور وارد یه جایی بشه. مثلا وقتی پلیسه و اومده در رو میزنه و اونی که اون پشته در رو باز نمیکنه، اون موقع پلیس بروکین میکنه، در رو میشکنه، وارد میشه یا به زور وارد میشه، که در این حالت میگن broken. خب کلمه بعدی hardship به معنی
دشواری، سختی، بینوایی. خب مثال اول the fighter had to face many hardships before he became champion. مبارز یا جنگجو پیش از اون که قهرمان بشه مجبور بود با سختی‌های زیادی مواجه بشه. حالا اینجا سختی نوشته ولی سختی‌ها درسته چون hardships هستش. had to face هم دوباره گذشته have هستش و به معنی مجبور بودن هستش. خب کلمه بعدی gallant به معنی شجاع، جنتلمن. خب many gallant knights entered the contest to win the princess. بسیاری از شوالیه های شجاع وارد کانتست شدن، وارد مسابقه شدن، وارد رقابت شدن تا شاهزاده رو برنده شن. خب بچه اینجا نایتس یعنی شوالیه ها هستش که توی چس یا هم شطرنج هم نایت همون اسبه که شوالیه هستش. خب بریم سراغ کلمه بعدی. دیتا. دیتا کلمه‌ای که خب توی فارسی زیاد وارد شده و هممون بهش اشراف داریم. خب نوع جمله بندی رو نگاه کنید. Unless you're given all the data, you cannot do the math problem. Unless یعنی تا زمانی که you are given all the data تمام داده ها به شما داده نشده، تمام اطلاعات به شما داده نشده. Unless تا زمانی که تمام اطلاعات به شما داده نشده you cannot do the math problem. شما نمیتوانید انجام دهید مسئله ریاضی را. یا انجام دادن یا همون حل کردن هستش که مثلا شما فکر کنید که غذا خوردین و مثلا دوستتون میگه که I'll do the dishes. من انجام میدم ظرفا رو، من انجام خواهم داد ظرفا رو. در واقع انجام دادن همون شستنه یا دو هم اینجا به معنی همون حل کردنه اومده. بعد بریم سراغ کلمه بعدی. unaccustomed غیر عادی، عادت نداشتن، ناآشنا، ناملموس. به این معانی هستش. خب unaccustomed as he was to exercise we quickly become tired. خب unaccustomed یعنی ناآشنا بودن. unaccustomed as یعنی از اینجا اگرچه یا چون که ناآشنا بود او. خب به چی ناآشنا بود؟ to exercise به تمرین بدنی. we quickly became tired. weak به سرعت خسته شد. خب اینجا exercise بچه شاید بگی که چرا از سپورت استفاده نکرده. در واقع به فعالیت‌های بدنی فردی یا تمرین‌های عمومی مثل بدنسازی، یوگا، راه رفتن یا دویدن مثلا سر صبح میگن که exercise. یا حتی مثلا exercise یه معنی دیگه ای داره که توی گرامر شما مثلا تمریناتتون رو exercise می‌نویسه توی کتابای انگلیسی که تمریناتتون رو انجام بدید. ولی خب سپورت اکثرا به ورزش‌های رقابتی و تیمی مثل بسکتبال، فوتبال، فوتسال یا والیبال و اینجور چیزا میگن. خب بریم سراغ کلمه بعدی. bachelor به معنی مرد مجرد، عزب. My brother took an oath to remain a bachelor. برادرم دوباره took an oath همون گذشته take رو آورده استفاده کرده. to remain a bachelor تا مجرد باقی بماند، تا یادش باشه که مجرد بمونه. خب اینم تقریبا یه جمله خیلی ساده ای بود. qualify آخرین کلمه. qualify I am trying to qualify for the job which is now vacant. خب حال استمراری هستش که در واقع میگه که دارم تلاش میکنم
تا به اون شغلی که هنوز متصدی نداره، ویکنته، خالیه، به اون شغل دست پیدا کنم، به استحقاق اون شغل رو داشته باشم، تلاش میکنم که مستحق بشم. اینم از این کلمه. خوشحالم که تا اینجا با من همراه بودید و روز و روزگارتون خوش. همیشه خوش زبون باشید، همیشه